سلام از جلسه 26 دوره اتوکد. تو این جلسه میخوایم راجع به سلکت سیمیلر و کویک سلکت صحبت بکنیم. اگه میخواید جلسات قبلی دوره رو ببینید تو کانال یوتیوبمون وارد پلیلیست دوره رایگان اتوکد بشید و برای اینکه آموزش‌های آینده رو از دست ندید کانالمون رو سابسکرایب بکنید. خب توی اتوکد ما یه ابزاری داریم که باهاش میتونیم ترسیمات مشابه رو به صورت یک جا انتخاب بکنیم. مثلا فرض کنید من همه خطهای اندازه رو میخوام توی این پلان انتخاب بکنم و اونها رو بذارم توی یک لایه. برای این کار اگر بخوام به صورت دستی خطوط اندازه رو انتخاب بکنم این خیلی زمان بر هست. راه حل سریعترش اینه که من یکی از خطوط اندازه رو انتخاب بکنم، راست کلیک بکنم و گزینه سلکت سیمیلر رو انتخاب بکنم. به این صورت همه خطهای اندازه به صورت یک جا برای من انتخاب میشن. برای بقیه موارد هم به همین صورته. مثلا میتونم متن‌ها رو به صورت یک جا انتخاب بکنم. حالا هم برای لایه بندی به دردم میخوره، هم برای اینکه بخوام یه سری ویرایش ها رو سریعتر انجام بدم. خب حالا من ابزار لاین رو فعال میکنم و باهاش یک مستطیل ترسیم میکنم. حالا با ابزار رکتنگل یک مستطیل ترسیم میکنم. مستطیل بعدی رو با استفاده از پلی لاین ترسیم میکنم. حالا اگر که مستطیلی که با پلی لاین ترسیم کردم و انتخاب بکنم و سلکت سیمیلر رو بزنم میبینم که این دو انتخاب شدم ولی این نه. به خاطر اینکه این دو از نوع پلی لاین هستن، در واقع رکتنگل هم یک نوع پلی لاین هست دیگه، اما این از نوع لاین هست. بنابراین وقتی ما داریم از سلکت سیمیلر استفاده میکنیم ترسیماتی که از یک نوع هستند با هم انتخاب میشن. من اگر که اینجا سلکت سیمیلر رو بزنم میبینم که همه لاین ها انتخاب میشن. پس نوع ترسیم مهمه. حتی برای خط اندازه من اگر که بیام از انواع دیگه خط اندازه استفاده کنم، مثلا این مورد انتخاب میکنم و بیام نوع دیگه از خط اندازه رو سلکت سیمیلر رو بزنم، میبینم که این خطهای اندازه انتخاب نمیشن به خاطر اینکه نوع این خط اندازه با خطهای اندازه دیگه متفاوته. و اگر این رو هم انتخاب بکنم میبینم که همراه با بقیه خط اندازه ها این گزینه انتخاب نمیشه. خب ما با استفاده از این سلکت سیمیلر میتونیم بلاک های مشابه رو هم به صورت یک جا انتخاب بکنیم. من این بلاک در رو انتخاب میکنم، سلکت سیمیلر، میبینم که یکی از این درها انتخاب شد همراهش، اما اون دوتا در انتخاب نشدن. دلیلش اینه که من این دوتا در کوچیکتر رو گذاشتم توی یک لایه دیگه. ببینید الان این دوتا در توی این لایه هستن، اما این دوتا در توی این لایه هستن. با اینکه برای همه این درها از یک نوع بلاک استفاده کردم، اما اون بلاک هایی که توی لایه متفاوت هستن از طریق سلکت سیمیلر انتخاب نمیشن. پس جمع‌بندی این بخش این میشه که ما با استفاده از سلکت سیمیلر میتونیم ترسیماتی که از یک نوع هستن و در یک لایه هستن رو به صورت یک جا انتخاب بکنیم. خب حالا فرض کنید که من توی پروژم میخوام فقط این خطهای اندازه قرمز رو انتخاب بکنم. اگر سلکت سیمیلر بزنم همه خطها، چه این زردا چه این قرمزا، همه با هم انتخاب میشن. برای اینکه بتونم انتخاب هامو دقیق تر توی اتوکد انجام بدم ما یه ابزار دیگه ای داریم تحت عنوان کویک سلکت. این ابزار در این قسمت قرار داره و یا اینکه میتونیم توی صفحه کارمون راست کلیک بکنیم و اینجا گزینه کویک سلکت رو انتخاب بکنیم و یا اینکه از شورتکاتش استفاده بکنیم که حروف QSE هست و اسپیس. این پنجره کویک سلکت برای ما باز میشه. ما توی این پنجره آپشن های بیشتری داریم و میتونیم دقیقاً همون چیزی که خودمون میخوایم رو انتخاب بکنیم. حالا میخوایم گزینه هاش رو با هم بررسی بکنیم. اول میگه apply to، میگه این انتخابی که میخواید داشته باشی میخواید در کجا اتفاق بیفته. یک حالت اینه که بذاریم رو گزینه entire drawing
یعنی توی کل فایل اتوکد من که الان بازه، توی همش این مواردی که بهت میگم رو انتخاب کن. یه حالت دیگه اینه که بیایم این گزینه رو انتخاب بکنیم و بگیم توی این محدوده‌ای که من میخوام اون چیزایی که میخوام انتخاب کن. مثلا فرض کنید که چند تا پلان دارید، میخواید اون انتخاباتون فقط توی این پلان اتفاق بیفته. بعد از اینکه محدوده مورد نظرتون انتخاب کردید، اسپیس رو میزنید و الان ببینید این اپلای تو تغییر کرد به current selection. خب گزینه بعدی object type هست. در اینجا باید تعیین بکنیم که چه نوع ترسیمی رو میخوایم انتخاب بکنیم. در اینجا لیستی از انواع ترسیمات رو داریم. دقت بکنید این لیستی که برای ما نمایش داده میشه با توجه به چیزی هست که ما ترسیم کردیم. مثلا من اگر که تکست نداشته باشم توی ترسیماتم، اینجا برای من تکست رو نمایش نمیده. اما چون تکست رو توی ترسیمم دارم، اینجا هم توی لیستم این گزینه رو دارم. خب من میخواستم خطهای اندازه قرمز رنگ رو انتخاب بکنم. پس این گزینه دیمنشن رو انتخاب میکنم. دقت بکنید که حتی برای انگولر دیمنشن هم یک گزینه جدا تعریف کرده. یعنی من در اینجا یک انگولر دیمنشن گذاشته بودم. چون اینو توی ترسیمم دارم، پس توی این لیست هم این گزینه رو آورده. خب من الان اینو لازم ندارم. همین خطهای اندازم رو لازم دارم. پس اینو انتخاب میکنم. گزینه بعدی پراپرتیز هست. میگه این ترسیمی که انتخاب کردی میخوای بر اساس کدوم ویژگیش انتخاب رو انجام بدی. من میخوام بر اساس رنگ انتخاب بکنم، برای همین کالر رو انتخاب میکنم. در اینجا یه گزینه داریم value. در اینجا باید تعیین بکنیم این ویژگی که انتخاب کردیم قراره چجوری باشه. من میخوام رنگش قرمز باشه، پس در اینجا گزینه رد رو انتخاب میکنم. دقت بکنید که این گزینه بالاییش هم رو گزینه equals هست. خب پس الان قراره برای من چه مواردی رو انتخاب بکنه؟ قراره توی این محدوده‌ای که تعیین کردم اون خطهای اندازه‌ای که رنگشون قرمز هست رو برای من انتخاب بکنه. حالا اگر که این رو میذاشتم روی not equal، میشد توی این محدوده خطهای اندازه‌ای که رنگشون قرمز نیست رو انتخاب بکن. حالا من اول میذارم روی equals که ببینیم نتیجه رو. اوکی رو میزنم و دیدیم که همه خطهای اندازه قرمز رنگ رو توی اون محدوده برای من انتخاب کرد. خب حالا من برای مثال بعدی میخوام چند تا از رنگ های اینها رو تغییر بدم. خب QSE رو میزنم، اسپیس. اینو میذارم رو همون entire drawing باشه. تو کل فایلم هرچی که هست رو در نظر بگیر. Object type رو میذارم روی dimension. بر اساس رنگ میخوام انتخاب بکنم. حالا میخوام اونهایی که قرمز نیست رو برای من انتخاب بکنی. پس این رو میذارم روی not equal. حالا اوکی رو میزنم. همونایی که زرد بود و همونایی که سبز بود رو انتخاب کرد. یعنی هر خط اندازه‌ای که قرمز نبود رو برای من انتخاب کرد. خب مجدد QSE رو میزنم. خب حالا ما اینجا یه گزینه داریم How to apply. تو همه این موارد قبلی که کار میکردیم این گزینه فعال بود. Include a new selection set. گزینه بعدش هست Exclude from new selection set. حالا اینا چیه؟ این گزینه Include یعنی توی اون محدوده مورد نظر که در اینجا entire drawing هست، اون ترسیماتی که این ویژگی ها رو دارن رو انتخاب کن. یعنی مثلا وقتی این رو گذاشته بودیم روی dimension color red equals، یعنی توی این محدوده به من یک مجموعه انتخابی رو بده که شامل خطهای اندازه قرمز رنگ باشن. حالا اگر که exclude رو انتخاب بکنم، در واقع دارم میگم توی این محدوده که entire drawing هست همه اون محدوده رو انتخاب کن به جز اون خطهای اندازه‌ای که رنگشون قرمز هست. نتیجه رو ببینیم. همه ترسیمات من رو انتخاب کرد به جز اون خطهای اندازه‌ای که رنگشون قرمزه. خب بیاید یه مثال دیگه هم بزنیم.
dimension color. حالا میخوام اینو بذارم روی not equal، اینم روی exclude. حالا به نظرتون چه مواردی رو انتخاب میکنه؟ الان همه ترسیمات من رو انتخاب میکنه به جز اون خطهای اندازه‌ای که رنگشون قرمز نیست. اوکی رو میزنم. همه رو انتخاب کرد به جز خطهای اندازه زرد و سبز، یعنی اونایی که قرمز نبودن. خب این از پنجره کویک سلکشن. خب حالا چون همه این مثالامون مربوط به رنگ بود، بیایید یه گزینه دیگه هم بررسی بکنیم که مربوط به یه ویژگی دیگه باشه. من همینطوری حالا یه چند تا خط میکشم. جهت مثال و لاین تایپش رو میذارم روی این گزینه QSE Space. حالا این خطچینایی که کشیدم انتخاب کردنشون در این حالت راحته، ولی به طور کلی ممکنه که ما خیلی وقتا تو پروژه همون خطچینای زیادی داشته باشیم، توی ترسیمات دیگه قاطی شدن و انتخاب کردنشون ممکنه سخت باشه. در این جور مواقع هم میتونیم با استفاده از این کویک سلکت اونها رو انتخاب بکنیم. در این حالت باید آبجکت تایپمون رو بذاریم رو حالت لاین، پراپرتیز یا همون ویژگیشو بذاریم رو حالت لاین تایپ و ولیو هم که نوع اون ویژگی هست که برای من خطچین بود و میخوام اونهایی که خطچین هستن رو انتخاب بکنم و حواسم باشه که این رو هم روی گزینه اینکلود بذارم و اوکی. پس من به این ترتیب میتونم انواع ترسیمات رو با استفاده از ویژگی هاشون انتخاب بکنم. خب حالا اگر که یادتون باشه من تو جلسه مربوط به دیمنشن استایل یه موردی رو بررسی کردم که گفتم یه چیزیش رو بعداً بهش میرسیم که الان بهش رسیدیم. در اونجا اومدم گفتم که ما اگر که یک سایت پلانی داشته باشیم و بیایم همون پلانمون رو ابعادش رو نصف بکنیم، اسکیلش بکنیم، خطهای اندازش به هم میریزه. یعنی این طول الان نصف شده، 2 متر و 30 سانت شده، در حالی که باید 4 متر و 60 سانت باشه. و گفتم برای درست کردن این موضوع میتونیم یک دیمنشن استایل تعریف بکنیم برای سایت پلان و بیایم تو بخش مودیفای و بخش پرایمری یونیتس اسکیل فاکتورش رو 2 برابر بکنیم. به این صورت اندازه گذاری ها درست میشه. و گفتم که میتونیم با استفاده از مچ پراپرتیز بیایم اون دیمنشن استایل رو به بقیه خطوط اندازه پلانمون، در واقع سایت پلانمون، نسبت بدیم که اگر بخوایم دونه دونه به همه خطوط اندازه نسبت بدیم این خیلی زمان بر میشه. و گفتم که بعداً یه روش دیگه رو یاد میگیریم که سریع‌تره. دیگه الان با توجه به موردی که تو این جلسه یاد گرفتید باید فهمیده باشید که چطور میتونید این کار رو انجام بدید. برای این کار QSE رو میزنم. در اینجا میخوام فقط در همین محدوده انتخاب کنم، نمیخوام در کل ترسیماتم انتخابم انجام بشه. بنابراین این گزینه رو میزنم و فقط همین پلان رو انتخاب میکنم و اسپیس. گزینه دیمنشن، کالر، رد، ایکوالز و اینکلود و اوکی. خب حالا میتونم این خطهای اندازه رو از یه جای مشخصی موو بکنم. اسپیس. باید حواسم باشه که از کدوم نقطه دارم موو میکنم، چون دقیقاً باید برگردونم سر جای خودش. من میخوام از اول این خط اندازه که اومده در گوشه ستون این خطوط اندازه رو موو بکنم. مچ پراپرتیز رو میزنم، اینو انتخاب میکنم و با یک حرکت به همه اونها نسبت میدم و مجدد انتخاب میکنم اسپیس. از همون خطی که جابجا کرده بودم برمیگردونم سر جاش. برای خطوط اندازه زرد رنگ هم میتونم مجدد همین کار رو تکرار بکنم، یا اگر که تفاوت رنگی نداشتن حتی میتونستم از گزینه سلکت سیمیلر هم استفاده بکنم. یعنی این رو بزنم و بیام موارد دیگر رو با شیفت از انتخاب حذف بکنم
M space match properties و به این صورت اگر که یک رنگ بودن و از یک نوع بودن میتونستم به این صورت هم کار بکنم. البته از نظر تخصصی این الان سایت پلان نیست. تو همون جلسه هم گفتم برای سایت پلان باید از پلان بام استفاده بکنیم، ولی خب الان صرفاً براتون مثال زدم که بدونید شیوه کار به چه صورته. خب بچه ها مطالب این جلسه هم تموم شد. لایک و کامنت یادتون نره و تا جلسه بعدی خداحافظ.